با مقصد اجرای امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از سنه 2 ینوری سال 2025 جهت برگزاری آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من در ناحیه مسجد دور اول آزمون دایر گردید. آزمون مذکور با مقصد پیدا کردن استعدادهای نوی ساحه صنعت، بلند برداشتن مهارت کسبی، تقویت بخشیدن به مهارت بلند هنر اجرا کنندگی، تالیف اشعار بلندغایه و تندرستانه، بلند برداشتن مهارت کسبی، تقویت بخشیدن به مهارت بلند هنر اجرا کنندگی، دریافت بهترین نمونه‌های آهنگ و سرودهای ترنمگری وطن، استقلالیت، تاجیکستان و دریافت بهترین نمونه‌های اثرهای رسامی، صنعت آرایش عملی و دیزاین ترنمگری وطن، استقلالیت، زیبایی طبیعی تاجیکستان و احیای هنرهای مردمی در قلمرو کشور گذرانده می شود. در ژانری سرایندگی بسیار خوب میشد اگر حافظانی که مثلا خردسال، کلانسال از همون منطقه سرودهایی که در همون فولکلور در همون ناحیه یا شهر منطقه خود پیدا شدن، ایجاد شدن، از همون استفاده برند و آن را روی صحنه نشان دهند، چون که تاجیکستان بسیار ژانرهای گوناگون فولکلوری خلقی دارد که ما آن را باید یعنی پایدار کنیم. برای مقصد آزمون تشکل دادن موسیقی نه فقط کسبی اکادمی و در آن جمله عنعنوی نیست و همین روز ما التماس کردیم که یک سرود فولکلوری اجرا کند. بسیار در درجه بلند اجرا کرد. از روی 4 نامیناسیا زیاد از 60 نفر اشتراکچیان از ناحیه مسجد در آزمون هنر و مهارت خود را نمایش دادند. من طولی 3 سال است که در این آزمون تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک میکنم، یعنی قوه خود را میسنجم. از حکمان به خلاصه آمدند که بیشتر من در ژانر عنعنوی، یعنی در ژانر عنعنوی سرودها سرایم. امس شابروی تگا بهار را بینی اتارون و متار کم چشم چینی صد سال غمو درد دلت کم میشد یک دم بلبی آبی زرم شوشینی شد رحمت. یادآور می‌شویم که با دستور به‌واسطه پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امسال حجم مبلغ مکافات برای غالبان آزمون 2 برابر زیاد گردیده. برای آزمون از فاند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 7,680,000 سامانی جدا کرده شد که این اقدام اشتراکچیان آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من را با سهم روح بلند کرد. در آخر آزمون از جانب حکمان جنبست گردیده بهترین ها به دور ولایتی را خط گرفتند. به غالبان تحفه و افتخارنامه ها سپاریده شد. در دیگر شهر و نواحی ولایت آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من ادامه دارد. مهیا شریفه و بزرگمیر شامالیکوف برای اخبار.